سلام. در هفته گذشته اتفاقاتی در عراق رخ داد که تصاویری به کلی متفاوت از این کشور رو روی اکران برد. اما در رسانه‌های حکومتی نظام عراق تا همین چند وقت پیشا به عنوان یک مقصد توریستی بسیار جذاب تبلیغ می‌شد. اینجا شهر کربلاست. این شهر مقدس تا 10 روز دیگر میزبان میلیون‌ها زائر و عزادار اربعین حسینی خواهد بود. از نظر رسانه‌ای هم قرار است مراسم بزرگ اربعین را بیش از 1800 خبرنگار از کشورهای مختلف از جمله ایران پوشش دهند. اما جالب اینه که به رغم ذوق و شوقی که برای اطلاع رسانی میکنه، تا 48 ساعت بعد از این گزارش شما در تلویزیون حکومتی دیگه نه خبری از اون 1800 خبرنگار میشنوید، نه اثری از همین خبرنگار میبینید و نه اصلا از کل عراق چیزی میشنوید. یعنی توی تیوی ریش برای 2 روز سر عراق میرن رو سایلنت. اما برای مطلع شدن از اوضاع واقعی عراق توی این 2 روز کافی بود که شما توی رسیورتون فقط 2 کانال میرفتید اون طرفتر. وكذلك قطع الطريق الرابع Baghdad in an attempt to stop the العنف التي شهدتها العاصمة. اما بعد از 2 روز تازه آقای 23 یادش میفته که تو عراق یک اتفاقاتی افتاده و اولین بازتابش از تحولات عراق اینه. بازگشت آرامش به بغداد. بازگشت آرامش؟ مگه تو آخرین گزارشی که از عراق داده بودید ناآرامش بود که الان آرامش برگشته؟ از عراق خبر میرسه با ترک میدان تحریر و خیابان‌های پایتخت از سوی معترضان ناآرامی‌ها فروکش کرده و شرایط عادی شده. در استان‌های دیگر از جمله میسان و زیغار هم خبرها از آرامش نسبی حکایت داره. شما تلاش کنید فقط یک صحنه از اون معترضان یا از اون آشوب‌های خیابانی توی این گزارش دوغکیشون پیدا کنید. دقت کنید. در 2 روز گذشته برخی اعتراضات به فساد اداری و مشکل اشتغال و کمبود برخی خدمات در عراق فرصت سوء استفاده رو به خارجی‌ها داد تا اعتراضات رو به نفع خودشون هدایت و سازماندهی کنند. مقامات عراقی با تاکید بر ایجاد فرصت‌های شغلی و مبارزه با فساد، بررسی خواسته‌ها و مطالبات به حق معترضان رو ضروری عنوان کردند و هشدار دادند اجازه ادامه آشوب‌های خیابانی رو نخواهند داد. خستتون نکنم اگر شما تا آخر این گزارش رو هم نگاه کنید، تنها چیزی که نمیبینید تصویری از همون آشوب‌های خیابانیه. یعنی 48 ساعت طول کشیده تا این گزارش 3 دقیقه‌ای رو از عراق تهیه کنند، ولی هنوز یه تصویر از تظاهرات به دستشون نرسیده. حالا تا پریروز با هم ارتباط زنده داشتن ها. تمام هدف گزارش اینه که یک تصویر رویایی از عراق ارائه کنه تا آرامش ولی فقیه به هم نخوره. اوضاع بصره امروز آرام است، اما امروز این شهر و دیگر شهرهای استان شاهد آرامش نسبی هستند. کربلا امروز آرومه. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. از اینجا به بعد سوزن تیوی ریش روی آرامش گیر میکنه و هر شب تلاش میکنه بدون نشون دادن تصویری از قیام اون روز فقط قرص آرامش به ولی فقیه بده. حتی شده به قیمت پخش تصاویر تکراری از روز قبل باید آرامش رو به عراق برگردونن. پاک شدن خیابان‌های عراق از گرد و غبار اعتراضات. بعد از اینکه صدها نفر از مردم عراق 3 روز به خیابون‌ها اومدند و مبارزه با فساد و بیکاری رو فریاد زدند و در این میون عده‌ای با تحریک خارجی‌ها به بخشی از اموال عمومی آسیب زدند، امروز آرامش به شهرهای عراق بازگشت. آخه این آرامش کجا میره هی برمیگرده؟ البته توی این گزارش هم هر چی بگردید تصویری از اون ناآرامش 3 روز گذشته پیدا نمی‌کنید. اما فکر نکنید که این دفعه آخرشه که صحبت از بازگشت آرامش میکنه. بریم گزارش فرداش. گرد و غبارها فرو نشست، منشأ فتنه آشکار شد. حالا آرامش به بغداد برگشته و دولت هم تصمیم به لغو قانون منع آمد و شد گرفته. اگر شما توی این 4 روز فقط بیننده 23 بودید، تا اینجا اینو فهمیدید که توی عراق یه گرد و غباری بلند شده که اونم فرو نشسته و آرامش برای بار 4م به بغداد برگشته. اما این آرامش هم خیلی دوام نیاورد و روزهای بعد باز این تصاویر از عراق رسید. چند تصویر از این گرد و غبار ببینیم.
اما ضایع شدن در تیویریش فقط به مجری 23 محدود نشد و خبرنگار صدا سیمای آخوندی در بغداد هم تو ضایع کردن خودش چیزی کم نگذاشت. این خبرنگار که تا قبل از شروع قیام هر روز تصویر گل و بلبل از خیابون‌های عراق ارائه میداد، بعد از 3 روز تازه آفتابی شد، اما اونم بدون تصویر مستقیم. بینندگان عرض سلام دارم. البته خیلی تمایل داشتم که این گفتگو تصویری داده بشه، اما به دلایلی و محدودیت‌هایی که در بغداد بود نتونستیم خودمون رو برسونیم. البته این خبرنگارم توضیح نمیده که اون محدودیت‌ها چی هستن. شاید اینترنت رو قطع کردن یا شاید هم همون گرد و غبار روی دیششون نشسته که نمیتونن تصویر بدن. ولی با این حال اصرار داره که تنها گزارش واقعی از عراق رو این داره میده و همه دنیا دارن جفسازی میکنند. مسئله دیگه ای که وجود داره جفسازی هایی که شما هم اشاره کردید. بله، متاسفانه برخی کشورهای عربی از جمله عربستان شبکه‌های اجتماعی وابسته به اونها و همچنین شبکه‌های ماهواری در صدد بزرگنمایی این حادثه هستند. من خودم شخصا امروز در بغداد گشتم، چند منطقه رو ندیدم که تظاهراتی وجود داشته باشه و حتی اون معدود عده‌ای هم که بودن از کنار نیروهای نظامی رد می‌شدن و شعارهای ضد فساد و درخواست کننده حل مشکلات خدماتی رو سر می‌دادن. حالا خوبه که رفته چند جا هم چرخیده، تو حیات ساختمون، دور ساختمونشون، تا سر کوچه‌شون هم شاید رفته و اومده و دیده که هیچ خبر جدی نبوده، چون امکانش هم نبود، تصویری هم نگرفته. ولی خبرنگارهای شبکه‌های دیگه که هم امکان ارسال تصویر داشتن و هم چند تا خیابون بیشتر چرخیدن، این تصاویر رو همون روز ارسال کردند. يذكر أن رئيس الوزراء العراقي قال إن الحكومة تضع ضوابط صارمة لعدم استخدام العنف المفرط وفق المعايير الدولية، مؤكدا تشكيل لجان تفتيشية وتحقيقية مع ضحايا التظاهرات من المدنيين والقوات الأمنية بالقوانين السارية للشهداء. البته به نظر میرسه که این خبرنگار صدا و سیما توی اون روزها به دلیل گرد و غبار شدید اصلا از ساختمونشون خارج نشده و فقط آرزوهای ولی فقیه رو تحت عنوان خبر به خورد مخاطبان تیویریش داده. همه چی آرومه، کسی تو خیابونا نیست و فرودگاه هم داره کارش رو میکنه. از تبلیغات دیگه ای که گفته میشه این هستش که فرودگاه بغداد و نجف مسدود شده. این رو هم رسما دولت عراق تکذیب کرد و رسما هم شبکه رسمی العراقیه مسیر فرودگاه بغداد رو نشون داد که هیچ توقفی در عملکرد این فرودگاه نیست. در مورد فرودگاه هم وثوق خبرش قابل تردیده و احتمالاً از پنجره اتاقش نمیتونسته فرودگاه رو خوب ببینه، چون 2 روز بعد توی شبکه دیگه‌شون به آرامی میسرونن که فرودگاه بغداد هم فعالیتش رو از سر گرفته. از سر گرفت؟ چی شد؟ پس اون خبرنگاره چی میگفت توقفی در کار نیست؟ نکنید، اینطوری همدیگه رو ضایع نکنید. ولی خب ظاهرا این خبرنگار تمایل شدیدی به ضایع شدن داره. اگرچه شبکه‌های اجتماعی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان در تلاشند تا فضای عراق رو ناامن جلوه دهند، اما روال زندگی معمولی عراقی‌ها در جریان است. اما درست در همین روز یکشنبه چند خیابون اون طرفتر از گزارش این خبرنگار، جوانان معترض عراقی خیلی معمولی زندگی نمی کردند و صحنه‌های غیر معمولی رو خلق کردند. تناقض تیویریش در انعکاس وقایع عراق وقتی بیشتر شد که آمار کشته شدگان قیام رو همه رسانه‌های جهان منعکس کردند و حتی ارگان‌های بین‌المللی هم بهش واکنش نشون دادند. اینجا بود که خبرنگار تلویزیون رژیم یک استوری سر هم بندی میکنه که حتی خودش هم باور نمیکنه. بله، روال زندگی معمولی آرام شده در بغداد، اما متاسفانه یک مشکل بسیار کوچکی در یکی از مناطق بغداد وجود داره و اون هم وجود تک‌تیراندازا هستند که خواستن از وجود تظاهرات ها سوء استفاده کنن، اما وقتی فهمیدن که تظاهر کنندگان مسالمت آمیز حضور توطئه‌گران رو در میان خودشون حس کردن، به تظاهرات ها پایان دادن.
یه مشکل کوچیک توی یکی از مناطق بغداد، اون هم وجود چند تا تک تیراندازه که جزو اجزای ثابت اون منطقه است. مثلا یه منطقه پارک داره، یه منطقه استخر داره، یکی تک درخت داره. این منطقه هم تک تیرانداز داره دیگه، نباید اونجا برید. جزو مشکلات منطقه است که شهرداریشون داره حل میکنه. حالا یه سری به فیلم‌ها بزنیم ببینیم سلاح‌ها دست کیه، تک تیراندازا کیان، با کیان. حالا سوال اینه که با این حجم آتیش تک تیراندازا که آدم رو یاد صحنه‌های نبرد نورماندی توی فیلم‌ها میندازه، چند نفر از نگاه تیوی ریش آسیب دیدن؟ بگو ببینم بلدی یه حرف راست بزنی یا نه؟ بر اثر این تک تیراندازهایی که در برخی مناطق نزدیک به مول نخیل بغداد مستقر شدن، متاسفانه در چند روز گذشته 8 نظامی عراقی و 1037 نفر زخمی شدند. بعد از 5 روز جنگ و درگیری که این همه فیلم از کشته‌های قیام عراق تو مجازی پر شده، هنوز رو زبونش نمیچرخه که بگه کسی کشته شده. بعد تازه اول میگه 8 تا مأمور، بعد 1038 از مردم فقط مجروح شدند. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که تلویزیون آخوندی چه اصرار عجیبی در وارونه جلوه دادن ماجرا داره؟ آخه همون روز توی بغداد وزارتخانه‌های دولت عراق کنفرانس مطبوعاتی گذاشتن، پخش زنده. نگاه کن، نوشته مباشر. بعد داره میگه 104 کشته، 6100 زخمی. تو چرا با خودت این کارو میکنی؟ آخه 2000 هماهنگی. یه تلفن به اونا بزن، بعد بیا اینجا ببند و بباف. حالا ببینیم که از نگاه کارشناسان نظام ماجرای قیام عراق چطور شروع شد. مهمترین مرکز سایبری عربستان است. مرکزی که 2 سال پیش با حضور ترامپ افتتاح شد و مرکز اعتدال نام گرفت. کار اصلیشان تشنج آفرینی در کشورهای اسلامی به ویژه ایران و عراق است. مرکز سایبری عربستان در اوضاع ناآرام چند روز اخیر عراق بیشترین مشارکت را برای تحریک معترضان با انتشار برخی از هشتگ‌ها داشتند که یکی از نمونه‌های آنها عراق ینتفض یعنی عراق به پاخیز بوده. یه جوری میگه با توییتر مردم عراق رو بلند کردن که انگار مردم عراق بعضشون خوب بوده، همه جوونا شاغل، دولت هم خیلی پاک دست، فقط چون توی توییتر نوشتن عراق ینتفض، اینا هم یا علی ینتفض ریختن تو خیابونا. آخه آدم ناحسابی، اصلا تو بگو تو عربستان نه تو السالوادور، یا نه اصلا از آرژانتین دارن توییت میکنن. آخه فیلم‌ها رو از کجا میارن؟ بابا تو این هشتگ پر فیلمه، توییت رو از اونجا کردن، این فیلم رو از کجا آوردن؟ در پایان فقط خوبه که در مورد درک مقامات حکومت آخوندی از عراق یک جمله از ظریف رو یادآوری کنیم که وقتی در سوئد توسط هواداران مجاهدین با تخم مرغ و گوجه مفتضح شد، خشم خودش رو اینطوری تخلیه کرد. Now can you come here and tell me, because these guys outside are shouting that we oppress these people, they cannot even live in Iraq anymore because the Iraqi people will eat them alive. اگر ظریف خیلی ادعا داره که مردم عراق رو خوب میشناسه، همین حرفها رو بره امروز توی کنسولگری خودشون توی بصره پیش این مردم عراق بزنه و تصاویرش رو هم از همونجا توییت کنه. توییتر که داره. خدا نگهدار.